السلام علیک یا ابا عبدالله. با تو حرف میزنم، صدایم را از میان انبوه دردهای عاشقانت بشنو. من میسوزم، جوابم را بده. دفتر افکارم سفید است اما برای تو نوشته ام. میخواهم که ببینمت. میدانم نوشته ام را نگاه میکنی، چون فرموده ای من بر شما مهربانتر از پدرم. آقای من، میدانم که سبکی هوای درونم از گرد و غبار قدمهای توست و بر روی ذهن پریشانم نقش میبندد که باید انتظار بکشم. میدانم که آرامش دریای قلبم از آرامش آینه نگاه توست. در شب میلاد جدت آمدم و بگویم منتظر آمدنت هستم، منتظر لحظه ای که بیایی و فریاد براری یا اهل العالم انا بقیت الله. با عشق به تو، با مدد از خدای و توکل بر او، در این لیل زیبا، در این لحظه قشنگ و در این زمان دلچسب میگویم اللهم عجل ولیک فرج. ندیدم شهی در دلارایی تو، به قربان اخلاق مولایی تو. تو خورشیدی و ذره پرورترینی، فدای سجایای زهرایی تو. نداری به کویت ز من بی نواتر، ندیدم کریمی به طاهایی تو. نداری گدایی به رسوایی من، ندیدم نگاری به زیبایی تو. نداری مریضی به بدحالی من، ندیدم دمی چون مسیحایی تو. نداری غلامی به تنهایی من، ندیدم غریبی به تنهایی تو. نداری اسیری به شیدایی من، ندیدم کسی را به آقایی تو. امید غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طاها، گل اشک مولا، دل آشفته داغ آن کوچه غم. گرفتار گودال خونی، دل افکار غمهای زینب. سیه پوش قاسم، عزادار اکبر، گل باغ لیلا. پریشان دست علمگیر سقا، نفسهای سجاد، نواهای باغ، دعاهای صادق. کسی بی کسی های شبهای کاظم. حبیب رضا و انیس غریب جواد الائمه. تمنای هادی عزیز دل عسکری. پس نگارا بفرما کجایی؟ 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 ای که بر دلها امیری یا حسین، آگز ماف ضمیری یا حسین. اسم تو شیرین ترین ذکر لب است، تو کریمی و مجیری یا حسین. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام. انشاءالله که هر کجای این
گستره خاکی که هستید روی زمین، توی هر کره، هر کشور، هر شهر، هر استان، هر کجا که هستید زیر بیرق یک کسی باشید که همه زیر بیرقش افتخار میکنن. اونم آقاییه که ما اینجا در جوارشیم، یعنی آقا سید الشهدا. و دعای کسی که همواره به فکر شیعیانش هست یعنی امام زمان باشید. آقا شبتون به خیر، شب ولادت آقا امام هادی هم به خیر بر شما باشه، مبارکتون باشه. امام هادی صاحب جامعه کبیر، صاحب فضائل بسیار زیاد، پدر بزرگ آقا حجت ابن الحسن امشب عالمی رو با حضورشون متغیر میکنن، نوری دوباره به تمام کهکشون ها میدن. یک دونه از اون آقازاده های دیگه امام حسین، از اون نهتایی که باید بیاد تا یک به یک آماده بکنه قلبها رو، مهدی قائم آل محمد صلوات الله علیه فرا برسند، آمده امشب. عید بر شما مبارک باشه. شبای گذشته بعد از برنامه سرزمین عشق باز در خدمت شما بودیم، مهمان خیلی گرانقدر داشتیم. امشب هم توی برنامه اینجا کربلا ایشون رو دعوت کردیم، اما بذارید بریم و برگردیم ببینیدشون. شافع روز معادی مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، در جهان خوش پا نهادی مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، در جهان خوش پا نهادی مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی. ماه تمام و علی چارم آمد، در سجودش مهر و ماه و انجم آمد، خاک کویش قبلگاه مردم آمد، لعل غنچه با تو در تبسم آمد، لعل غنچه با تو در تبسم آمد، هدهد جان از تو در تکلم آمد، مرغ دلها با تو در ترنم آمد، عالم را گرفته شور و شوق و شادی، فرزند باب المرادی مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، در جهان خوش پا نهادی مولا امام هادی، مولا امام هادی، مولا امام هادی، در جهان خوش پا نهادی مولا امام هادی. بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم امشب که هم در شب ولادت امام هادی تونستیم در خدمت شما باشیم، هم باز دوباره از کربلا پس از یه فاصله چند شبه‌ای که بین ما و شما افتاده بود، علیرغم قول‌هایی که داده بودیم در ایام عرفه و خدمت شما عرضم که لیالی شب عید قدی عذرخواهی می‌کنم قربان در خدمتتون باشیم، منتها حالا دوباره در خدمت شما هستیم. مهمان بسیار گرانقدری داریم، حضرت استاد حاج غلامرضای سازگار که حاج آقا سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم، خسته نباشید. قربون شما برم. تبریک میگم ولادت امام هادی علیه السلام رو. شاید برای اولین بار در عمرم خدا این توفیق رو داده که چنین شبی در روبروی حرم ابی عبدالله و گنبد طلا و پرچم سرخ گلگون امام حسین علیه السلام قرار گرفته باشیم. الحمدلله. من هم به شما و هم به همه بینندگان و هم به مسلمین جهان، حتی اونایی که بیننده این شبکه نیستن، الان وقت نداشتن ببینن، توفیق نداشتن، به همهشون تبریک میگم. خدا بهتون خیر بده. من هم خیلی خوشحالم که امشب در خدمت
شما استاد گرانقدر، بزرگوار و سرمایه شعر آیینی خاصتا هست. من یه توضیح کوچولو بدم، شاید بعضیا بگید چرا ترکیب سید امشب عوض شده. از باب حرمتی که برای حضرت استاد آقای سازگار قائل هستیم، من دیگه از اون فرم اسپورت و پوشش خاص خود برنامه اینجا کربلا بیرون اومدم، گونه آمدم توی برنامه که در شأن حضرت آقای سازگار باشه. البته شأنیت شما بینندگان هم فوق العاده است، برای ما قابل احترام و بالاست، منتها به تنوع توی شب‌های گذشته اینطوری عمل می‌کردیم. حالا امشب رو هم از باب ولادت که گفتم یه مقدار خوش‌تیپ‌تر بشم، کت شلوار بپوشم. حاج آقا امشب شب ولادت امام هادی، غزل تازه‌ای دارید یا چیز دیگه برای مردم؟ شعر امام هادی رو میذاریم برای آخر. خب اما من میخواستم قدیریش بکنم آخرش رو، اما خب بنا به دستور شما هر چی که شما میخواید. شعر امام هادی رو الان بخونید. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضرت هادی علا ولایت و فیض مدام، حضرت هادی علا کلام تو خیر الکلام، حضرت هادی علا به دست تو دین را زمام، حضرت هادی توی به ملک الهی امام، حضرت هادی وصی حضرت خیر الانام، حضرت هادی حساب فضل تو بیرون بود ز حد و شماره، ولادتت به جهان داد آبروی دوباره، سزد که چرخ فشاند به پات ماه و ستاره، کند به خاک درت سجده آفتاب هماره، اگر به یاد تو گیرند لحظه لحظه هزاره، فضایل تو نگردد تمام، حضرت هادی تو جد مهدی و باب حسن عزیز جوادی، ولی کل خلایق امام کل عبادی، نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهادی، پناه خلقت و نور الفؤاد و باب مرادی، تو حامی ملک و جن و انس و رکن بلادی، به یمن توست فلک را نظام، حضرت هادی. این افتخار برای ما بس که شناسنامه اهل بیت، شناسنامه این 14 معصوم توسط این امام بزرگوار به عنوان زیارت جامعه کبیره بله به ما عنایت شده که یکی از بزرگان می‌فرمود بیش از 400 فضیلت در این زیارت جامعه کبیره هست. بسیار که الحمدلله زیارتی است از حیث سند و حیث محتوا، یعنی اگر سندم نداشت محتوای این زیارت نامه و کلمات این زیارت معلومه که شبیه کلمات وحیه، چون لسانش فرق میکنه. بله. و من یه قضیه دارم از یکی از اساتید مادحین، آقای علامه از مداحان به نام بود و ایشون از نظر ادبی و شعر و اخلاص شاید در همه شؤونات ایشون 20 بود نمرش، و امام حسین بهش خیلی عنایت کرده بود. یک کتابی هم درباره خاطرات خودش نوشته که 70 سال 80 سال مداحیش و اون چی که در این کتاب در زندگیش براش پیش آمد بوده همه رو نوشته. من جمله می‌فرماید که من خانه یک پیرزنی هفتگی روزه می‌خوندم، یک پول کمی هم به من میداد ولی ازش میگرفتم به عنوانی که صله اهل بیت. بله صله اهل بیت، اونم از چنین زن با اخلاصی. گفت یه سال یه دهگی به ما خورد، آخرین شب اون دهگی مصادف شد با شب هفته، شب جمعه این پیرزن. عجب.
و اون بانی بود که از نظر ثروت و از نظر مقام و منزلت بالا بود. من فکر مونده بودم که چه کار کنم. بالاخره یکی اینا رو باید نرم، یا روزه اون پیرزن رو باید نرم، دلم نمیاد، یه عمری رفتم امشب بخوام ناامیدش بگذارم، یا این که باید اون دهگی هم بالاخره چه کنم. گفتم زودتر میرم 2 کلمه میخونم و عذرخواهی میکنم که امشب من چون برنامه دیگه دارم انشالله هفته آینده بیشتر میخونم. رفتم خونه اون پیرزن. اون پیرزن قبلش گفت خیلی جالب برنامهش، گفت آقای علامه امشب عجله نکنی، نگی مجلس دارم. عجب. بله 2 قصیده باید امشب برای من بخونی، یکی از امام هادی، یکی از امام عسکری. نه. شما از همه اماما برای ما خوندید، از این 2 امام بزرگوار نخوندید. گفتیم خدایا چیکار کنیم. وقتی دیدیم با این اخلاص داره میگه، گفتیم هر چه میخواد بشه، فعلا این مجلس عشقه. خوندم و 2-3 نفرم بیشتر نبودن، ولی یه قصیده از امام عسکری خوندم، یه قصیده از امام هادی خوندم، صلوات خدا بر هر 2 امام بزرگوار. گفتم حالا برم از بانی عذرخواهی کنم، بگم بابا امشب اینجوری شد دیگه ببخش. جای دیگه بودم. وقتی رفتم دیدم یه لنگ و ذاکرین مجلس رو نگه داشته. عجب. آقای علامه کجا بودید؟ برید منبر، دیر شد. وقتی خوندم جالب اینجاست، این آقا 2 پاکت به من داد. گفتم برای چی 2 پاکت میدید؟ گفت این پاکت مال دهگیه. من دیشب حضرت زهرا رو خواب دیدم، فرموده پاکتی به شما بدم، مبلغش هم بیبی معلوم کرده، من گذاشتم تو پاکت. به علامه بگو این مال روزه امام هادی و امام عسکری. روزه رو امشب خونده، پاکت رو دیشب حضرت زهرا حواله کرده. همه چیز از قبل بله تقدیرات آماده میشه. و دعوت علامه هم برای روزه امام عسکری از خود بیبی بوده، چون پاکت رو خود بیبی داده، مبلغش هم بیبی تعیین کرده. علامه خب سیمش وصل بود. ما امشب شب ولادت آن امامی است که شما اگر جریان زینب کذابه رو شنیده باشید که اومد گفت من دختر حضرت زهرا زینب هستم، امام هادی به او فرمود که اگر تو راست میگی گوشت بدن اهل بیت به درندگان حرامه، برو تو این برکه شیرها. گفت آقا اگر که صدق بود گفته‌اند ز من بشنو به جانب قفس شیرها، تو اول رو، تو که میگی من پسر پیغمبرم. امام وارد قفس شیرها شد، متوکل خیلی خوشحال شد، گفت الان شیرها امام هادی رو میخوره، امام هادی رو از بین میبرن. ولی چو چشم شیران بر ماه عارضش افتاد، سرک ریخته صورت به پاش بنهادن. بنا کردن دور آقا گشتن و یکی از شیرها زمزمه میکرد. خب تو قرآن وقتی میبینیم مورچه با سلیمان حرف میزنه، اگه صدها هزار ضبط مدرن بذارن صدای مورچه رو بخوان ضبط کنن میشه. سلیمان نبی الله این صدا رو طبق آیه قرآن میشنوه. اینم امام سلیمان از اینا داره، هرچی داره. بله. و گفت وقتی که این شیر زمزمه کرد به حضرت گفتن این شیر چی میگفت؟ بعد که از قفس اومد بیرون گفت که ای ولی الهی اگرچه من شیرم، ز بس گرسنه به سر میبرم ز جان سیرم، ولی ز کثرت سن افتاده و پیرم. این شیرهای دیگه میان تغمه رو میگیرن به ما راه نمیدن، به ما سفارش کنید، سفارش ما رو بکنید. حضرت میگه من سفارش، حضرت فرمان سفارش این شیرها رو کردم، این شیر رو کردم و دیدن که هر وقت طعمه میاد شیرها میرن عقب، مؤدب میایستن. این شیر که سیر میشه انشاءالله ما هم سفارش شده امام هادی باشیم امشب و این کرامات. و بعدم متوکل اون زن رو میاندازن تو قفس شیرها و شیرها پاره پارش میکنن. من رو مطالعه که دارم
فکر میکنه اصلا این توطئه خود متوکل بود قطعا. و این زن رو انداخت توی قفس شیرها که این زن لو نده متوکل رو. خدا خیرتو بده. ما باز با شما هستیم، من تا یه فاصله کوچیکی میگین. توی این برنامه‌مون حاج آقا مردم زنگ میزنن از طریق تلفنی که براشون معرفی کردیم 201 50 55 10 10 48 درد و دل میکنن با اون کسی که صداشون رو هر جای دنیا باشن میشنوه. با آقا سید شهدا یکی میگه مریض دارم، یکی میگه گرفتارم، یکی میگه دلم تنگ حرم آقا سید شهدا و خیلی از این موردها زنگ زدن آقا سید شهدا که نامه نانوشته میخونن به اعتقاد ما و حاجت خودشون رو از طریق همین تلفن گرفتن. یک سریشون رو به احترام این تلفن کسانی که تلفن میزنن ما پخش میکنیم که توی برنامه‌مون دوستان باور بر این داشته باشن که ما 30 ثانیه این که گفته نامه نانوشته رو بله. حضرت فقیری نامه آورد در خونه حضرت، عرض حالش رو نوشت. حضرت فرمود هر چی میخواد بهش بدید. گفتن آقا نامه‌شو نخوندی؟ فرمود نمیخوام به اندازه خوندن یک نامه فقیر رو در خونه خودم معطل کنم. خدا انشالله به شما خیر و سلامتی بده. دوستان بریم درد و دلا رو بشنویم، برگردیم باز در خدمت جناب آقای سازگار هستیم. السلام علی الحسین شهید، السلام علی الحسین مظلوم، السلام علی ابوالفضل عباس. از شما تشکر میکنم این برنامه شب که امام حسین رو شب زور میذارید، از مجریای برنامه از خود مجری که شبا تلفن ها رو پخش میکنه تشکر میکنم ازش. یا امام حسین، سلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا سال الله، یا امام حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثناءات یا ابا عبدالله. خدایا به حرمت امام حسین نجات خراب و جنت بیشتر و بهترین وجه انشاءالله زندگی سامان بگردیم و ایشی و گیشی آرزا و میگی از دفع مکی که خدا وجد هر طور که صلاح اگر از آرامش منصاب نتکلی انشاءالله. السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبری. یا امام حسین دلم خیلی میخواست زعرفه در زمانت بسه انشاءالله زنی دیگه من بتنه به آسورا هم من بتنه یا امام. الو سلام یا امام حسین، من امیر حسینم از تهران تماس میگیرم. یا امام حسین تو جانمون روحیه سوالت قسمت میگم این مامانم بالش بدالش رو خوب کن، من تو درسام گویم کمک کن، هرکی یه چیزی میخواد بهش بگه، همه مریضه رو شفا بده. تو جانمون روحیه سوالت ببندی بده، آبچی ندارم. خیلی دوستم آبچی داشته باشم، خیلی دوست دارم امام حسین. یا علی. السلام علیک یا عبدالله مصطفی، السلام علیک یا علی امام حسین. تو رو به جان مایه فاطمه زهرا حاجتمون بده، خیلی محتاج حاجتم امام حسین. امام حسین واقعا محتاجم که حاجتمون بده. خیلی در خونت اومدم، امیدوارم که دست دلت به سینم نزنی. تو خدا ازت خواهش میکنم خدا بخواه حاجتمو بده. خشم بر کسی که
تحت فرمان شماست نامردیه و خشم بر کسی که از شما بالاتره باز هم مورد مذمت. یاد بگیریم که از فرمایشات اهل بیت اونجوری عمل بکنیم که مورد رضایت ذوات مقدسه قرار بگیریم. باز در خدمت شما هستیم. برنامه اینجا کربلا با مهمان گرانقدری که داریم حضرت استاد سازگار هست و خیلی خوشحالیم. من یه چیز رو بگم خدمتتون با این دوربین. امشب واقعا پیامک‌ها زیاد بوده، منتها آدم وقتی که یه کسی مثل جناب آقای سازگار رو داره حیفش میاد. من قول میدم پیامک‌های شما رو توی فاصله های بعدی اگر وقتمون کم نشد که حتما امشب بخونم، اما اگر یا نه وقتمون کم شد مطمئن باشی بی احترامی به زحمتی که شما میکنید به قول معروف انجام دادین نمیکنید. ببین چند برگ همش هم پرینته. خدمتتون عرضم که پیامک‌های شما رو میخونم، اما اگر نشد عذرخواهی من رو خواهشم بپذیرید، شب عیدی ناراحت نشید. آقا برنامه ما اسمش اینجا کربلاست. فکر میکنم شما یک شعری در این رابطه دارید. بله واقعا اینجا کربلاست. اینجا کربلا، دروغ هم نمیگم. و هر کجا نام حسین باشد همانجا کربلاست. اون شعر رو برام بخونی؟ بله عرض کنم که 3 جا آقا ابو عبدالله نظر مستقیم دارن. یکی به گودال قتلگاه، یکی به زائرین قبرشون، یکی به گریه کنندگانشون در همه جای عالم. حالا من سخنی با کربلا دارم تو این شعر. بسیار عالی. عرش حق یا کعبه اهل ولایی، کربلا تا ابد آغشته با خون خدایی، کربلا هم عبادتگاه خیل اولیا تا روز حشر، هم زیارتگاه کل انبیایی، کربلا گرچه باشد خاکت از خون شهیدان لالگون، گرچه باشد خاکت از خون غریبان لالگون، خلق عالم را دیار آشنایی، کربلا پیشتر از کعبه و هجر و حجر دل میبری، خوبتر از مروه بهتر از صفایی، کربلا تربت فرزند زهرایی که از یک قبض خاک درد بیدرمان عالم را دوایی، کربلا صحنه جانبازی 72 سارالله. در یه روایتی دیدم و شیخ جعفر ششتری نوشتن که 200 پیغمبر و پیغمبرزاده و وصی پیغمبر قبل از کربلا، قبل از تاریخ شهادت حسین در کربلا به شهادت رسیدن و همینجا دفن شدن. بله درد بیدرمان عالم را دوایی، کربلا صحنه جانبازی 72 سارالله، قتلگاه زاده خیرالنسایی، کربلا مضجع تنهای عشاق به خون غلطیده‌ای، محفل سرهای از پیکر جدایی، کربلا هم به تحت قبت کل دعاها مستجاب، هم به درد عالمی دار و شفایی، کربلا یه جایی ما امشب نشستیم که روبروی حرم، هر شب این طرف نشسته بودیم، اما امشب این گلدسته ها حرم یه جوری داره دل ما رو میبره که من نمیتونم بخونم. خدا خیرت. بله خوابگاه اصغری یا قتلگاه اکبری، یا مزار یادگار مجتبایی، کربلا از نیستان تو می آید نوای عاشقان، نینوایی نینوایی نینوایی، کربلا گفت سارالله در وصف تو کرب و بلبلا، کربلایی کربلایی کربلایی، کربلا دل نه تنها میبری، دل نه تنها میبری از میثم بی دست و پا، بلکه از خلق دو عالم دلربایی، کربلا. خدا خیرتون بده. حاج آقا میخوام لوس بشم، میگم تا حالا فکر می‌کردین یه همچین جایی بشینین بخونید برای امام حسین؟ اینقدر مستقیم زیر نظر آقا؟ به خودم نمیدیدم این سعادت. خدا خیر. اما
این روزیتون شده. از کرامت ارباب هر چی بگید بله الحمدلله. من میخوام بگم آقا جون همونطور که ما رو طلبیدی به جان مادرت زهرا که میدونم قسم زهرا رو رد نمی‌کنی، همه اونایی که آرزو دارن بیان این گنبد و بارگاه و این صحن و سرا رو ببینن و واقعا بهش رو ببینن. الحمدلله رب العالمین. حاج آقا هم دلم میخواد از امیرالمومنین بخونید، چون آقای امام هادی هم اسمشون علی است، چهارمین علی است. چهارمین علیه. خدمت شما عرضم هم دلم میخواد که اگر دوست داشتید و صلاح دیدید یکی از خاطره اساتیدتون بزرگان که اینها ثبت بشه به این طریق، حداقل هم تو ذهن مردم هم توی برنامه ما، خدمت شما عرضم که از اساتید قدیمتون، از اون چیزی که خودتون درس گرفتی، حالا توش توصیه باشه برای مداحان و شاعران، چون قرار شد هر شب یه توصیه به دوستان داشته باشه. بله عرض کنم که نمیدونم این مطلب رو من قبلا عرض کردم یا نه. اولا استاد ما مرحوم مولوی رحمت الله علیه به قدری مؤدب بود در روزه خوندن و من اول به خودم نصیحت میکنم و بعد وصیت میکنم به همه عزیزان که در مداحی ادب رو رعایت کنن. یه مداحی جلوی ایشون خوند اموال امام حسین رو به غنیمت بردن. ایشون ناراحت شد، فرمود چرا گفتی به غنیمت؟ بگو به غارت بردن. غنیمت اون چیزی است که مسلمین از کفار میگیرن. عجب. بله اینقدر ایشون حواسشون جمع بود. یا مثلا روزه موسی بن جعفر میخون، شعری میخون، گفت معشوقی به عاشق کیفتا تو به قربت رفته ای بس شهرها، او کدامین شهرها زان خوشتر است. گفت آن شهری که در آن دلبر است، هر کجا باشد شه ما را بساط، هست صحرا گر بود سم الخیاط، هر کجا تو با منی من خوشدلم، گرچه باشد قعر چاهی منزلم. و میزد این شعر رو به اون مطموره و میگفت مطموره جمع مطامیره که جمعش مطامیره که عرض کنم زمان عبدالملک این مطموره رو درست کرده بود. چاهی بود تو زیر زمین که زندانی رو در اون چاه قرار میداد. زندانی اگر شهیدش هم نمی‌کردن بعد از مدتی جان میداد. حالا اگه شب تعلق به موسی بن جعفر علیه السلام داشت، من اینو میگم امشب نمیخوام راه کنم. فضای ولادت امام هادی علیه السلام. میدونم که آقا موسی بن جعفر هم امشب خوشحالن. ولی یه قضیه‌ای که از مولا میخوام بگم، یا آقای خاتم بود، ایشون خیلی دوست داشت. خاتم آقای مولوی رو دوست داشت. بله. در این مریضی مولوی دیگه زن و بچه نداشت، ایشون میبرد منزل، حمامش میبرد، خدمت میکرد، دور این میگشت. واقعا یه شب توسل پیدا کرد که خدایا من این همه به این مرد خدمت کردم، اقلا خوابشو ببینم. خودش برای من نقل کرد. گفت یه شب خواب مولا رو دیدم. گفتم آقای مولوی سلام، چطوری؟ گفت خوبم. همه شما که اومدید تشییع جنازم دیدم، همه رو دیدم. منو گذاشتی تو قبر، رفتید، همه تون رو دیدم. وحشت منو گرفته بود. وقتی دیدم دو ملک اومدن گفتن بلند شو. نشستم. گفتن چی آوردی؟ با اینکه ایشون یک نماز جماعتش فرادا نبود، همه نمازاش با جماعت بود، یک نمازش فرادا نبود. گفت موندم فکری که چی بگم. هی اونا میگن چی آوردی؟ زبان من بسته است. ببینم با اون اخلاصی که داشتم، مده ها بدانن، سازگارم بدانه. میگه با اون اخلاصی که داشتم مرتب دیدم هر کاری میگم مثل که یه خورده شیشه درش بوده. یه دفعه با همون بانگه صدا بلند کردم به جز حسین مرا ملجام پناهی نیست، راه نجات به غیر از حسین راهی نیست. میگه دیدم اون دو ملک گریه کردن و گفتن ما همینو میخواستیم. از بالای سرم دری باز شد، نوشته بود هذا باب الجنه.
به خاطر اینکه فقط گفتم حسین. ما باید بدونیم اگر پیغمبر گفت امت من 73 فرقن، یک فرقشون اهل نجاتن، اون فرقه رو پیغمبر معرفی کرده ان الحسین مصباح الهدی و سفینة النجات. شیعه سنی بدانید نجات حسینه، جای دیگه خبری نیست. خدا خیرتون بده. آقا چند بیتم برای آقا امیرالمومنین که شما هم خیلی خسته نکنیم، شرط مروت این نیست که مهمان رو اذیت بکنیم. نه من که خوشحالم. خدا خیرتون بله بده. یکی گفت زحمته، گفت نه رحمته. بله نقطهش مشکل داره. بله باید حل. بله. وجود محفل عید است و عید قدیر. البته من یه قصیده ساختم 110 بیت به عنوان 110 که نام امیرالمؤمنینه. انشالله اگر بشه یک شب، نشه 2 شب، 3 شب این قصیده رو باید انشالله فضای رو جور آماده میکنیم که بله. و من سوال همین بحث قدیریه رو در بحث شعری می‌خواستم از شما بپرسم تا شب‌های بله. من یه شب آقا خواب دیدم، یه پرچم به من دادن، پرچم رو آوردم تو صحن امیرالمومنین نصب کردم. گفتم امروز یه خبر خوشی، یه کاری امیرالمومنین به من حواله میکنه. همون روز به من تلفن زدن شما باید خطبه قدیر رو به شعر درارید و اون منو دعوت کردن، گفتن هر چی بخوای بهت میدیم. این بشه شعر. بله باید این خطبه. گفتم چرا اسم هر چی بخواید آوردید؟ روحش رفت. شما این حرف رو پس بگیرید بذارید من فقط برای امیرالمومنین. از همون شب شروع کردم، حدود 400 بیت شد که حیف که اون خطبه رو با خودم نیاوردم. در ایرانه. اگر انشالله شبکه ما رو دعوت کرد دفعه دیگه میاریم. بهانه‌ای به هر انشالله. وجود محفل عید است و عید قدیر. مبارک است به خلق و خدای حی قدیر. ز سنگ و کوه و در و دشت و باغ و نخل و گیاه رسد به اوج سماوات نغمه تکبیر. کسی که بود امیر تمام عالمها دوباره خوانده امیرش خدای حی قدیر. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتک. پیامبران همه قرآن گرفته اند به دست، کنند آیه اکملت دینکم تفسیر. فرشتگان ز پر و بال حوریان از زلف پراکنند به خاک قدیر. مشک و عبیر نموده دست علی را بلند، ختم رسول که ای مهاجر و انصار از صغیر و کبیر. رسیده حکم به من از خدای عزوجل که قادر است و حکیم است و ناظر است و بصیر. 3 بار حکم خداوند شد به من ابلاغ، من آن نیم که به ابلاغ آن کنم تقصیر. هر آن کرا که منم رهبر و منم مولا، علی بروست امام و علی بروست امیر. کسی که پشت کند بر علی ز بخل و حسد درافکنند به رویش به قعر نار صغیر. علی به عمر زمان و علی به کل مکان، خدای راست سفیر و رسول راست وزیر. اجازه میدید چند بیتشم با صوت بخونم؟ 4-5 دقیقه دیگه وقت داریم. بله. علیست رهبر آزاد مرد کل جهان، که دیو نفس ورا لحظه نکرده اسیر. علیس عالم رحمت، علیس عالم دق، علیس فیض مدام، علیس خیر کثیر. علی
امام امامان و انبیای سلف، علی نور و علی کوثر و علی تطهیر، علی معلم آیات وحی در تعویل، علی مکمل دین خداست در تفسیر، علی تیغ خداوند در نیام قضا، علی تیر الهی به چله تقدیر، علیس رهبر و مولای و مقتدای شما که علم دارد و اخلاص دارد و شمشیر. شاعر سنی مذهب اوحدی مراغی میگه من بسته بند تو هم، خاک دو فرزند تو هم، در عهد و پیوند تو هم، با داغ و طوق قنبری. اون بیتش بیت ما میخوره، هم تیغ داری هم علم، هم علم داری هم حکم، هم ذوق داری هم کرم. اینا صفات متضاده، هم تیغ داری هم علم، هم علم داری هم حکم، هم ذوق داری هم حکم. دیگر چه باشد مهتری ای گنج صد قارون تو را، گفت نبی هارون تو را، زان دشمن وارون تو را. از زبان شیعه بگیم چیزی نیست، سنی داره میگه. زان دشمن وارون تو را منکر شود چون سامری، ای قبله روح و جسد، ای بیشه دین را اسد. ذات تو خالی از حسد، نفس تو از تهمت بری. روزی که یاران دیگر از دور کردندی نظر، بس خیبر و باروش در کندی زهی زور آوری. جانم علی، افتخار بس این که حتی دشمنان مدحا امیرالمومنین. حتی من یک کتابی به من دادن که شعرای اهل سنت چه شعرهایی درباره امیرالمومنین علیه السلام گفتن. خدا خیر به شما بده و سلامتی به همه دوستانی که دارن زحمت میکشن. چند بیت دیگه‌شون میخونین یا دیگه؟ خب اگر گفتم وقت چقدر دیگه بچه‌ها وقت داریم؟ دو دقیقه. بعد علی کسیست که مؤمن از او جدا نشود، اگر کنند اگر کشند اگر کشند به تیغش، وگر زنند به تیر. الا بشتابید بهر بیعت او تمام، از زن و مرد و جوان و کودک و پیر. علیست سلسله دار شما مسلمانان، که نفس را ز ازل بسته در قل و زنجیر. یا علی، یا علی. هدیه کنیم به ساعت مقدس آقا امیرالمومنین صله حضرت آقای سازگار. قطعا ایشون هم رضایت دارن این رو یکی از اون صلوات‌های حیدریتون بفرست. اللهم صل علی محمد و آله. منم برای سلامتی بینندگان و شنوندگان به اول امام زمان صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ممنون، خیلی محبت کردید توی این برنامه، برای ما هم حاضر شدید و از اشعار خوبتون خوندید. ما فردا شب و شب‌های آینده هم در خدمت شما هستیم انشاءالله. حاج آقا ما به مردم گفتیم توی برنامه اینجا کربلامون سه شنبه که میرسه، یعنی فردا نه پس فردا شب، یک چیز برنامه داریم تحت عنوان دارالشفا. بینندگان میشنون اسامی مریض هاشون رو برای ما میفرستن، ما اینجا به محضر آسایید شهدا اعلام میکنیم، بعد توی پاکت میگذاریم توسط یک کسی به نام کبوتر، سید اولاد پیغمبر هست، میبریم و در حرم آقا قمر بنی هاشم توی ذریح میاندازیم. منم التماس دعا دارم انشاءالله سه شنبه به نیت حضرت قمر بنی هاشم انشاءالله در خدمت شما خواهیم. انشاءالله. بینندگان امیدوارم که مریض نداشته باشید، اما اگر کسی رو دارید که بیماره و مطمئناً شفا دست اهل بیت و خداوند به اذن الهی،
اینها مرده زنده کردن. عیسی شاگرد این خانواده است و خدمت شما عارضم که ما انشاءالله اسامی بیماران شما رو به محضر آقا میدیم. عین اون بیمارانی که خبر دادن خوب شدن. اعتقاد ما بر این بود، به نتیجهش هم رسیدیم. شما اگر بیماری دارید برای ما پیامک بکنید 3085 87 واتساپمون هم که هست. تا فردا شب باز دوباره جناب آقای سازگار رو در خدمت شما باشیم. یا علی مدد. حاج آقا خدا خیرتون بده. یا علی مدد. یک نظر کو